дуруд шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори 20. 3 سال بود که مردم تاجیک پی سازندگی و آبادکاری کمر همت بسته بودند. آدمان آهسته آهسته دهشت سالهای انقلاب را فراموش می‌کردند. در این دوره کسی میان مردم دشمن نمی‌کافت، بلکه تلاش می‌کرد که تمام نیرو و توان خود را به خاطر رشد و نموی دولت خویش صرف سازند. اما حسودان و ناتوان بینان، دشمنان بدکین، ملت سازنده و طول قرنها در حسرت یک دولت آزاد بوده را آرام گذاشتن نمی‌خواستند. به هر واسطه به بنیادکاری ملت صاحب تمدن لطمه می‌زدند، پایه قلعه نوبنیاد آنها را به قوت و ضعیف می‌گرداندند و با همین مقصد مخالفان دولت تازه بنیاد تاجیکان را که در وطن بیگانه منزل گزیده بودند تلقین می‌کردند. تا کی در ملک بیگانه اقامت می‌کنید؟ طعنه می‌زدند آنها را. بلشویک‌های روس آمدند و در وطنتان صاحب خانه شدند. ننگ و ناموس دارید یا نه؟ دست کوتاهی می‌کند، می‌گفتند در جواب ایشان. اگر پشت و پناه می داشتیم و سلاح جنگی، ما کیها بلشویکان را از خاک کشور خویش بیرون می کردیم. اگر شما دل و جیگر و جسارت داشته باشید، ما برایتان سلاح پیدا می کنیم، غذا و اسب می دهیم. از دریا گذرید و روزی بلشویکان را سیاه کنید. میدان از دلیر است، گفتند بزرگان شما، و به کف ایشان تیر و تفنگ را بگذاشتند. امیر گریزه نیز هنوز امید داشت که به بخارای شریف بر میگردد، از نو به تخت سلطنت میشیند. با صد آرزو و امید به دولت‌های بزرگ دنیا که بلشویکان را چشم دیدن نداشتند نامه می نوشت و یاری مالی و حربی می پرسید. با دست بیگانگان صاحب تخت و بخش شدن می خواست. امیر که آن شکوه و شهامات پیشترش نمانده بود، با چند تن از هم طبقان در ملک بیگانه و مشکلات زیاد گرفتار گردید. دیگر حرفش برای سابق تابعانش قیمتی نداشت. از صحبت وی اکثر غلامان پیشین خود را کنار میکشیدند. همین طعنه و ملامت ها، همین ارمان و آرزوها بود که سلاحداران مخالف دولت تازه بنیاد تاجیکان 10 اپریل سال 1929 عملیات جنگی آغاز نمودند. 13 دسته جنگی که سروری عمومی آنها را ابراهیم بیگ قرباشی به عهده داشت، مرز را عبور نموده از درواز تا سرای کمر وارد خاک جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شدند. در بین آنها فعالترین گروه جنگی دسته مقسوم فوزایل بود. وی بعد عبور دریای پنج توانست دسته های اسکران سرخ و میلیسیا و اختیاریان را که خوب مسلح نبودند به آسانی شکست داده، ناحیه های درواز، طویلدره، سنگوار، قلعه لب آب، جرگتال و هاید را تحت تصرف خود درآورد. مخالفین ساخت نو امید داشتند که دوام چند سال حکمرانی بلشویکان خلق محلی از ظلم و جبر آنها ناراضی می باشد. جوانمردان جسور به صف مخالفین می پیوندند، ولی این گمانشان سراب را ماند. در این ساحل دریا نه تنها از آنها جانبداری نکردند، بلکه عامه وسیع مردم به مبارزه برخاستند و برای هر چه زودتر سرکوب نمودن ایشان به قوه‌های جنگی بلشویکان مدد رساندند.
دیگر مردی کمبغلی تاجیک حقیقت را فهمیده بود. سیاه را از سفید خوب فرق میکرد. میدانست که بلشویکان در حقیقت بنیادگری یک دولت کمبغل پرور هستند و آنها میتوانند آرمانهای دل خویش را در دولتی بنیاد نموده ایشان عملی سازند. همین بود که با کلتک و آشبور مسلح و مقابل دسته های جنگجو برخاستند. نصرت الله مخزوم از خبر آغاز جنگ و خونریزی در مرزهای جمهوری اندوهگین بود و اکنون در دفتر کار با سر خم می نشست. در تنهایی برای از بین بردن فاجعه نوبتی بالای ملت آمده تدبیر می جست. مخزوم خود به خود اندیشه می راند. او دریغ نیمی دنیا را گشتی و حقیقت را فهمیدن نتوانستی. شکستی امیر برایت درس عبرت نشد. فریفته گپ مردم بیگانه شدی. در پیندار تو دولت جوان شوروی بی صاحب است و هر درنده و خزنده آدم خار می تواند اینجا شکار کند. خیستی که خوابی. اگر تو تا امروز اینجا می بودی و قطار همدیاران با زندگی آسوده مشغول می شدی، شاید عقلت بکار می در آمد. یک بار به اطراف و اکناف با دیدی نو نظر می افکندی. هر آینه اشتباهت را پای می بردی. درک می کردی که تنها با مدد بلشویکان ما می توانیم ملت ستم دیده امان را از نابودی نجات دهیم. برای خود پشت و پناه پیدا نماییم. آن دولتی را که 7 پشتمان آرزو داشت بنیاد کنیم. دولت را که نیاگان بنیاد کردند و فرزندان از غفلت و بی‌پروایی نابود ساختند. حیف همین چیزی عادی را فهمیده نتوانستی. به خدمت بیگانگان کمر بستی و منفعت ملت خویش را حمایت نکردی. فرزند کدام ملت بودن از یادت رفت. امروز به دیاری که خون نافت در زمین آن ریخته است با کدام خیالهای باطل آمده ای؟ مقابل کی می جنگی؟ خون کی را می ریزی؟ فرزندان کی را قتل می کنی؟ خانه کی را آتش می زنی؟ حیف تو فرزندی ناخلف و حق ناشناس. اگر ملت خود را دوست می داشتی و وطن را عزیز می دانستی، سر بالای دست می ماندی و اندیشه می کردی. سری همدیارانت را در نزد عامه وسیع تاجیکستانیان پس نمی کردی. دریغ، 100 دریغ که راه گم زده ای. از دیگرگونی های عالم سبق نگرفته ای. یک بار سر بروی دست گذاشته اندیشه می کردی، همه اش معلوم می شد. از روزی که پای نامبارک منقید به خاک قراتگین رسید، زندگی بد مردم باز بدتر شد. تو شاهد همه خرابکاری ها بودی و شاید در این خرابکاری ها سهم تو نیز هست. لیکن ما بلشویکان صاحب دل بزرگ هستیم. مردانی که با گناه خود سری وقت سرفهم رفته از راه بد بر میگردند ایراد نمیگیریم، بلکه مدد میرسانیم که با زحمت حلال در نزد وطن و خلق گناهشان را شویند و هنر و دانش خود را در آبادی وطن صرف نمایند. مگر مردان کوهستانی اینقدر بی اندیشه می شوند؟ یک عمر به اشتباه راه دادی، در غربت هم عقلت به جایش نآمد. به ملک بیگانه از دست ما فرار کردی. دمی که جانت به تنگی آمد دم را خاده کردی و گریختی. کنی خلق پروریت، صاحب خلق بودنت، نه یادی وطن کردی و نه قسمت خویش و تبارت را به خاطر آوردی. نصرت الله از جا برخاست، نزد تیریزه رفت. یک زم به بیرون چشم دوخت. هوا گرم بود. آفتاب جهانسوز به ایبا بالای زمین کشور گرمی و روشنی را به برکش می‌ریخت. سخاوتمند و دستگشاد بود. مرغ خیال دنبال خود او را به گذشته نچندان دور برد.
بازیافت کشور طی چند سال اخیر پیش رو جلوگر شد. مگر امارات نبود که جامعه ما را به قعر فسق و فساد فرو برد؟ اندیشرانی میکرد در دل. ملتی که با بزرگانش در دنیا مشهور بود از مکتب دور شد، پی برده نان شهر به شهر، ملک به ملک میگشت. کاش این حقیقت را همه میفهمیدند. راهبران دولت شوروی برنامه خوب طرحریزی کردند. در یک مدت کوتاه چقدر دیگرگونی ها شد. رحمت به بلشویکان، هزارها رحمت ما را شناختند. گفتند که این ملت باید ارزی هستی کند. از نو به سر میز کاری برگشت، توپ کاغذها را به پیش کشید و به مطالعه مشغول شد. ولی فکرش پریشان بود. دست پیش کار نمی رفت. توپ کاغذ را به قفا تیله داد و دو دست به چکه های سر باز به اندیشه فرو رفت. مگر در یک مدت کوتاه در دیار ما دیگرگونی نیست؟ زیر لب تکرار کرد او. اگر آدم عقل داشته باشد 10 ساله ناپوره را با زمانی بیش از 100 ساله امیران منقید مقایسه کند، معلوم می نماید که تا کجا ما دست آورد داریم. محض امروز ما نتوانستیم به خودی و بیگانه فهمانیم که تاجیکان یک ملت قدیمند و محض این آب و خاک، این دولت و ثروت پیش از همه به تاجیک تعلق دارد. امروز ما موافق شدیم که با نام تاجیک یک جمهوری خودمختار تأسیس دهیم و برای تأسیس یک جمهوری کامل به مسکو حجت آماده نمودیم. یعنی طول بیش از 10 قرن تاجیکان آرزوی چنین مملکت را در سر می پروریدند. تنها امروز به ما میسر گردید که آرمان به خاک بردن نیاگان خیش را به طفیل حزب کمونیست و اسکران سرخ عملی نماییم. این همان کشوری خیالی گذشتگان ما بود. من چرا از رفیق لنین و رفیق استالین پشتیبانی نکنم؟ محض رفیق استالین ملت صاحب تمدن بودن تاجیکان را تصدیق کرد. او جانبداری کرد که ما توانیم دولت را برپا کنیم. باز چی میخواهند مردم نادان؟ و یک بار پیش روی او صحیفه های تاریخ کهن پاره پاره پیدا گردیدند و او بار چندم بود که با علم این صحیفه های پردرد را مطالعه میکرد. همانا سخن از باب شکست دولت سامانیان می رفت. دولتی که اسماعیل سامانی با مشقت بنیاد کرد و دشمنان ملت تاجیک او را محو کردند به واسطه خودی بعض تاجیکان ناخلف. بزرگترین اشتباه نیاگان ما در آن ایام این بود که به بیگانگان باور کردند. نسبت به آینده دولت خویش بی‌پروا بودند. زمام لشکر را به دست بیگانگان رها کردند. امروز ما باید هوشیاری را از دست ندهیم. 10 ساله بود که بزرگان ملت دعا می‌کردند. 10 ساله بود که پیر و برنا با امید و درگاه خداوند می نالیدند. 10 ساله بود که دانشمندان و پهلوانان، شاعران و مورخان در خدمت قوم‌های بیگانه رنج می بردند. برای شهرت قوم‌های بیگانه زحمت می‌کشیدند و تنها انقلاب روس توانست در این مملکت بخت را برای ملت ما باز کند. دیگر همش بیهوده است. اگر ما خواهیم که دولت نوبنیاد را از دست ندهیم، خلق را به راه درست هدایت کنیم، باید زیر پرچم ارغوانی در پهلوی برادران روس قدم بزنیم. از خاکدان بابایی فرار نمودنی هم قومان ما نیز کاری دست بیگانگان بود.
آنها می‌خواستند که برادران ما با زن و فرزند خویش در ملک بیگانه سرسان و سرگردان باشند، خدمتگار و دستنگر غریب گور شوند و بالآخره اجباراً از ملت و از خاکدان نیاگان دست بشویند. مگر این دست آور نیست که توانستیم قریب 90% فراریان را به وطن برگردانیم؟ این کاری آسان نبود. آنها از ترس جان خود و اهل بیت ترک وطن گفته بودند، از دهشت میخواستند دورتر بروند. اما ما محض در اساس تأمینات فرقه بلشویکان توانستیم آنها را به وطن برگردانیم. دمی که از ترس جان به مملکت همجوار ما افغانستان فرار کردند، چقدر گاو و مال بایگری داشتند، بایگری داشتگیشان را گرفته بردند. افسوس از آن طرف 2 دست در بینی برگشتند به وطن. حکومت شوراها بود که باز برایشان مبلغ جدا نمود، توانستند خانه و در ولنگار شده خود را دوباره آباد کنند، از نو به کشاورزی دست زنند و روزگار خویش را تأمین کنند. باید شکرانه همین را گوییم یا نه؟ امروز ما سر دیگر مسائل مهم اندیشه نماییم. آیا می توانیم با این قوم بی سواد آرزوی نیاگانمان را در عمل تطبیق کنیم؟ همین بی سوادی عامه خلق بود که همه چیز را از دست دادیم. ما آرزوی با سواد کردن مردم خود را داشتیم. این آرزو نیست و طفیل حزب بلشویکان نصیبمان شد. در یک مدت کوتاه 1850 مکتب تأسیس دادیم. در سراسر کشور مکتب‌های موهی بیسوادی به فعالیت آغاز نمودند. فراموش نکردیم که فرزندانمان برای صاحب شدن به علم و معرفت تا هندوستان و افغانستان، بخارا و قزان می رفتند. صدها نفر در این راه‌های دشوار جوان مرگ می شد. 2-3 نفر بعد عذاب و مشقت عظیم علم اندوخته در میان سالی به وطن برمی گشتند. امروز با باوری گفته می توانیم که اگر در مملکت صلح و امانی باشد، بعد 5-10 سال مکتب‌های عالی تشکیل می شود. یعنی در اینجا هم شخص دانش طلب می تواند همان علم را صاحب شود که در کشورهای پیشرفته عالم دیگران از خود می کنند. زنده باشه می بینیم که صدها جوانان ذکی تاجیک صاحب علم و دانش می گردند و نه تنها برای تاجیکان خدمت می کنند، بلکه خدمتشان برای تمام مردم کشور پهناورمان می رسد. شاید در بین جوانان ما اشخاص پیدا شوند که قطار نابغه های عالم جای بگیرند. آن زمان ما با صاحب دانشانی معروف خویش افتخار میکنیم. تاریخ گواه است که در همه دور و زمان در بین زنان و دختران ما بهترین ها بودند. زنانی که با دلیری و جسارت، با علم و معرفت از مردان کم نبودند. بسیار دانشمندان را سر زانو نشاندند. اگر زنان و دختران را تعلیم و تربیت کرده توانیم، خوب است که امروز صدها زنانی با استعداد در اداره دولت پهلوی مردان خدمت میکنند. نقشه ساختمان راه ها ادامه دارد. باید به تمام گوشه و کنار کشور راه سازیم. زمین های بیکار خوابیده را آبیاری کنیم. مگر از این کامیابی ها که در بین 8-9 سال به دست آوردیم چشم پوشیدن ممکن است؟ نصرت الله مخزوم یک لحظه خیش را با عذاب از چنگال گیرای اندیشه ها می رهاند و چکه های به درد آمده اش را با انگشتانش مالش می دهد. از جا بلند می شود و نزدی تریزه می آید. در کوچه مردم بی پروایانه پی روزگار خود رفت و آدارند. نه جناب مخزوم، از تریزه رو گردانده با آواز بلند خطاب می کند. نصرت الله:
مشتی گریهش را بالای میز میکوبد. به قفا راه نیست. باور دارم که خلق تاجیک حقیقت را درک کرده است و دیگر دنبال شما نمی روند. خوب می دانند که بلشویکان به چه کارها قادرند. ما شما و شماورین ها را سرکوب خواهیم کرد. باور دارم که این سفری آخرین توست بر خاکدان بابایی. من از خودم پیش می درایم و برای معاف کردن خائنان وطن تمام هستیم را صرف خواهم کرد. اگر در این راه جان عزیز از دست بیرود خفا نمی گردم و فدا می کنم. шунаванда ҳои гиромӣ, шумо романи кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 20